کی تصمیم میگیره؟ وایپر میره کلوب، از دخترای خوشگل عکس میگیره، من میدم به مشتری ها، اونا انتخاب میکنن. بعد قرار ملاقات تنظیم میشه. این خدمات ویژه منه. مثل خریدن یه جفت لاستیک زمستونی. ولی اونا آدمی زادن. پسر تو شوخیت گرفته. فکر میکنی پول براش مهمه که از کجا میاد؟ اگه من این کارا رو نمیکردم یکی دیگه میکرد. هنوز بهم نگفتی چرا اومدی سراغ من؟ تو دختر داری؟ نه. پس اصلا حالیت نیست.